سلام دوستان، امیدوارم خوب باشید. من مجتبی بهاری هستم، مشاور و مدرس بازاریابی و فروش. کارم اینه که مفاهیم بازاریابی و فروش رو به زبان ساده و کاملا کاربردی به صاحبین کسب و کارها یاد میدم تا بتونن با پیاده سازی اونها در عمل به یک فروش بالا و پایدار برسن. تو این ویدیو قصد دارم بیام راجع به یکی از اشتباهات صاحبین کسب و کار که باعث مرگ کسب و کارهاشون در گذر زمان میشه باهاتون صحبت بکنم. یک موضوعی که در مشاوره هایی که تو این چند ساله به کسب و کارهای مختلف دادم، در ارتباطاتی که با صاحبین کسب و کارها داشتم، بسیار به وفور دیدم. اتفاقی که میبینم واقعا اصلا روتین و بینشون داره رخ میده و در گذر زمان واقعا باعث مرگ تدریجی کسب و کارشون میشه. میخوام این موضوع رو مفصل براتون باز بکنم و بعد از اینکه راجعش صحبت کردیم بهتون راهکار بدم که چطور میتونیم از این قضیه جلوگیری بکنیم. اما این موضوعی که باعث مرگ تدریجی کسب و کارها میشه چیه؟ ببینید، من صاحبین کسب و کار زیادی دیدم که فروششون پایینه، دخل و خرجشون به اصطلاح تو بازار با هم دیگه نمیخونه و به این نتیجه میرسن که خب حتما محصولمون خوب نیست، بریم روی بهتر شدن محصولمون کار بکنیم. میرن یه سری ایده ها، یه سری بهبودها رو محصول ایجاد میکنن و دوباره استارت فروش رو میزنن و دوباره فروششون خوب نیست و دوباره به این نتیجه میرسن که شاید محصولمون باید بهتر بشه، شاید باید ویژگی های خاصتری، آپشن های خاصتری به محصول اضافه بکنیم. خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم، مدام درگیر این سوال هستن که چطور میتونیم فروشمون رو ببریم بالا و همیشه به یک پاسخ ثابت میرسن که خیلی وقتا پاسخ اشتباهیه. پاسخ اشتباه اینه که حتما باید محصولمون بهتر بشه. حالا این بهتر شدن رو چطور انجام میدن؟ یه جاهایی ممکنه میرن روی کیفیت محصول کار میکنن، محصول رو هر روز آپشن های بیشتری و بیشتری بهش اضافه میکنن. یه جایی ممکنه که روی کیفیت محصول کار نمیکنن، میان روی تنوع محصول کار میکنن. به این نتیجه میرسن که شاید 2 نوع محصولی که ما داریم کمه، باید 3 نوع بشه. 3 نوع محصولی که ما داریم کمه، شاید باید 5 نوع بشه، شاید باید 10 نوع بشه و هر یه دونه محصول جدیدی که به سبد محصولشون اضافه میکنن صرفاً هزینه‌های خودشون افزایش میدن. یه جایی ممکنه به این نتیجه میرسن که باید بیایم با یه سری کارهای بهینه‌سازی و بهره‌وری هزینه محصولمون رو بیاریم پایین‌تر تا بتونیم با قیمت مناسبتری به مشتری‌ها بدیم. اما در واقعیت هیچ کدوم از اینها خیلی وقتها باعث بالا رفتن فروش نمیشه. چرا؟ چون باید روی یک موضوع دیگه‌ای شروع کنن کار کردن که اون کار انجام نمیدن. خب اون موضوع دیگه چیه؟ یه لحظه بیاید با هم دیگه بریم روی لپتاپ، من این سری توضیحات اونجا بهتون بدم تا بهتر بتونم بحث رو براتون جا بندازم. برای موفقیت هر کسب و کاری باید 2 چیز رو با هم دیگه و در کنار هم ما داشته باشیم. 1 محصول و 2 بازاریابی و فروش. یعنی چی؟ محصول من هر چیزی که میخواد باشه فرق نمیکنه، میخواد کالا باشه. مثلا فرض کنید من مبلمان میفروشم، مثلا فرض کنید من لوازم جانبی موبایل میفروشم، فرق نمیکنه چی. میخواد خدمات باشه، مهم نیست چی. خدمات مثل چی؟ فرض کنید من ماسور هستم، ماساژ میدم. فرض کنید من نرم افزار حسابداری میفروشم، یا فرض کنید من رژیم لاغری میفروشم، مشاور مثلا تغذیه هستم و رژیم لاغری میفروشم. مهم نیست چی میفروشم. خب بالاخره من باید یه محصولی داشته باشم دیگه. تا زمانی که محصولی نداشته باشم اصلا کسب و کاری شکل نمیگیره. پس من چه کالا داشته باشم چه خدمات، یک بعد موفقیت، یک پیش نیاز موفقیت کسب و کار من اینه که من یه محصولی داشته باشم. اما پیش نیاز دوم چیه؟ پیش نیاز دوم اینه که من بلد باشم محصولم رو با بازاریابی و فروش به اصطلاح پروموت کنم، ارائه کنم، معرفی کنم، پرزنت کنم. این دوتا در کنار هم، یعنی محصول و بازاریابی و فروش، ترکیبش با هم دیگه میتونه باعث موفقیت کسب و کار من بشه. سوال پیش میاد آیا فقط همین دوتاست؟ یعنی مورد دیگه ای نیست که مهم باشه؟ چرا؟ ببینید، اگر میخواید این موضوعی که چه فعالیت‌هایی در کنار هم دیگه باید درست و کامل انجام بشه تا کسب و کار من موفق بشه، اگه میخواید راجع به این قضیه مطالعه کنید، بهتون پیشنهاد میدم راجع به زنجیره ارزش پورتر مطالعه کنید. من براتون مینویسم زنجیره ارزش پورتر که میاد راجع به 5 فعالیت اصلی و 4 فعالیت پشتیبان در هر کسب و کاری صحبت میکنه. میگه این 9 تا
در کنار هم باید خوب انجام بشه. باید این نه تا با هم دیگه خوب سینک بشن، خوب مچ بشن تا اون کسب و کار به نتایج خوب برسه. اما حتی اگه برید این 9 تا رو، این 5 تا و این 4 تا رو کنار هم دیگه بذارید و نگاه کنید، در نهایت می‌بینید یک سری‌هاش در خدمت محصوله، یک سری‌هاش در خدمت بازاریابی و فروشه. یعنی اگه بخوایم این 9 تا رو خیلی خلاصه تر کنیم میرسیم به همین 2 تا: محصول، بازاریابی و فروش. شما باید تو این 2 تا خوب باشید تا بتونید کسب و کارتون رو به نتیجه خیلی خوب و پایدار برسونید. خب پس ما تا اینجا راجع به 2 تا بعد یک کسب و کار و برای موفقیتش صحبت کردیم: محصول و بازاریابی و فروش. اوکی؟ حالا من میخوام بیام در ادامه چیکار کنم؟ میخوام بیام راجع به این صحبت کنم که اگر محصول من خوب باشه اما بازاریابی فروشم ضعیف باشه، یا برعکس اگه محصول من ضعیف باشه اما بازاریابی و فروش من خوب باشه، یا هر دوتاش با هم دیگه خوب باشن، در هر کدوم از این حالتها چه اتفاقی میفته؟ برگردیم روی لپتاپ. خب بیایم در نظر بگیریم یک طرف ستون رو محصول، یک طرف ستون هم می‌نویسم بازاریابی و فروش. حالا این حالتایی که بهتون گفتم رو بیایم با هم دیگه بررسی کنیم. حالتی که محصول من خوبه اما در بازاریابی و فروش دارم ضعیف عمل میکنم. توی این حالت چه اتفاقی میفته؟ با توجه به اینکه بازاریابی و فروش سرعت رشد معرفی منو به آدم‌هایی که مخاطب هدف من میتونن باشن مشخص میکنه. من هر چقدر توی بازاریابی و فروش قوی‌تر باشم، با سرعت بیشتری مشتری میتونم جذب کنم، با سرعت بیشتری میتونم فروشم رو ارتقا بدم. وقتی بازاریابی فروش من ضعیفه، طبیعتاً سرعت رشد من به شدت کند میشه. من یه محصول خیلی خوبی دارم تولید میکنم اما سرعت رشد فروش من به شدت کنده. خب خیلی واضحه چه اتفاقی میفته. با توجه به هزینه‌های امروزه هر کسب و کار، شما اگه 3-4 تا نیرو داشته باشید، به راحتی باید یه چیز هولوش 70 تا 100 میلیون تومان فقط حقوق پرسنلتون رو بدید، شاید حتی بیشتر. یه دفتر بخواید اجاره کنید توی شهرهای بزرگ، به راحتی باید بین 10 تا 30 میلیون تومان اجاره بدید. بیمه، مالیات، هزینه‌های تجهیزات اداری و خیلی هزینه‌های دیگه. حالا اگه بخواد وارد تولید بشه که اصلا سرمایه‌های تولیدی، اگه نیاز باشه شما محصولتون از قبل تامین کنید، سرمایه‌گذاری روی انبار کالا که بتونیم کالا رو داشته باشیم. حالا شما فرض کنید این همه هزینه بعد انجام بدید اما از اون طرف سرعت رشد کسب و کارتون شدیداً کنده. خب چه اتفاقی میفته؟ شما دووم نمیارید تو این بازار. چرا دووم نمیارید؟ چون ماهیانه 300 میلیون، 400 میلیون، 200 میلیون دارید هزینه میکنید اما از اون طرف ماهیانه مثلا 3 ماه قبل درآمدتون بوده 15 میلیون، ماه بعد شده 25 میلیون، ماه بعد شده 30 میلیون، ماه بعد شده 35 میلیون. خیلی کند داره میاد بالا. چرا؟ چون تو بازاریابی فروش ضعیفید، در نتیجه دووم نمیارید. پس نتیجه این حالت، برگردیم روی سرفیس، میشه دوام نیاوردن و اینجاست که مرگ اون کسب و کار اتفاق میفته. چرا؟ چون کسب و کار نمیتونه با هزینه‌های امروزی کنار بیاد. اما یه حالت دوم اینه که من بیام یک محصول ضعیف داشته باشم، محصولی که شاید لحاظ کیفیتی ضعیفه، مشتری ها زمانی که استفاده میکنن با یک بار استفاده نارضایتی خواهند داشت که این چه محصولی بود، مثلا نمیارزید، کاش نمیخریدم، از این جنس محصولات. اما در بازاریابی و فروش بسیار خوب داره عمل میکنه اون کسب و کار. تو این حالت چه اتفاقی میفته؟ تو این حالت شما سرعت رشدتون، سرعت رشد اولیه، من بگم بهتره، سرعت رشد اولیه‌تون خیلی بالا خواهد بود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بازاریابی فروش خیلی خوب بلدید. اما چون مشتری‌های ناراضی می‌سازید، یعنی با همون سرعتی که شما دارید فروشتون افزایش میدید، با همون سرعت دارید مشتری‌های ناراضی هم تولید می‌کنید، در نتیجه اتفاقی که میفته مشتری‌های یک بار خرید خواهند بود، دوباره از شما نمیخرن. جدای از اون، بحث اشاعه نارضایتی رو هم شما باید در نظر بگیرید. مشتری وقتی ناراضیه شروع میکنه این ناراضی بودنش رو به دیگران انتقال دادن. در نتیجه یه همچین کسب و کاری هم توی بلند مدت دچار همون مرگ خواهد شد، دچار نابودی خواهد شد. یه مثال واضحش رو براتون بزنم، چون من خودم سالهای 94 95 96 خودم درگیر بازار دمنوشای گیاهی بودم. اون موقع یه برندی یهو خیلی با سرعت بالا مد شد و فروش‌های چند ده میلیاردی در ماه ایجاد می‌کرد. به احتمال خیلی زیاد شما هم اسمش شنیدید، چون تو کل کشور این برند واقعا مطرح شد و جا افتاد. برند 50-40 دمنوشای لاغری 50-40
در عرض مدت زمان خیلی کم، شاید کمتر از یک سال و نیم خیلی جا افتاد و فروش‌های چند ده میلیاردی در ماه ایجاد می‌کرد با دلار 3 تومانی اون موقع. اما محصولاتش واقعا محصولات خوبی نبود. درصد خیلی زیادی از افرادی که استفاده می‌کردن ناراضی بودن و هیچ نتیجه‌ای نمی‌گرفتن. و اتفاقی که افتاد چی بود؟ این بود که بعد از هیچ چیزی هولوش 2 سال و نیم 3 سال فعالیت و فروش‌های خیلی بالا، رفت به سمت این که این مشتری‌های ناراضی روز به روز بیشتر و بیشتر شدن و سرعت فروش شروع کرد به کاهش پیدا کردن تا اینکه دیگه اصلا نمی‌صرفید ادامه بده و کلاً کسب و کار جمع کرد. البته من اینو داخل پرانتز بگم، خود اینو کار کردن یه استراتژی ها. شما یه برند میارید بالا، یه محصول بی کیفیت با حاشیه سود بالا ایجاد میکنید، 1 سال 2 سال 3 سال تا زمانی که تیغتون ببره میبرید، پول از مردم جدا میکنید، میریزید تو جیبتون. از یه جای بعد که دیدید دیگه نمیصرفه اون برند و اون محصول میذارید کنار، یک برند جدید با یک محصول جدید رو دوباره با همین سبک استارت میزنید و تا تیغتون میبره این کارو میکنید. متاسفانه بگم یه استراتژی و خیلی‌ها میدونن و این کارو انجام میدن. و میخوام بهتون بگم این جدا از اینکه استراتژی چه بدی میتونه داشته باشه، شما فروشتون تو کوتاه مدت خوب میره بالا، اما توی بلند مدت پایداری به کسب و کار شما نخواهد داد. پس این شد حالت دوم، محصول من ضعیفه اما بازار به فروشم خیلی قویه. و بریم سراغ حالت سوم. حالت سوم زمانیه که محصول من خوبه، روی بازاریابی فروشم خوب کار کردم و یادش گرفتم. توی این حالت چه اتفاقی میفته؟ توی این حالت شما هم سرعت رشد اولیتون خوب خواهد بود و هم پایداری کسب و کارتون بالا خواهد بود. به چه خاطر پایداری کسب و کارتون بالاست؟ چون شما مشتری راضی دارید. مشتری راضی چیکار میکنه؟ مشتری راضی تکرار خرید میکنه و این تکرار خریدی که انجام میده باعث میشه کسب و کار شما بتونه ادامه بده، تداوم داشته باشه. میخوام بهتون بگم تنها حالتی که شما تو کوتاه مدت از پس هزینه‌هاتون برخواهید آمد و پول در میارید، به علاوه اینکه در بلند مدت هم میتونید پایدار باشید و خوب پول در بیارید، اینه که هم محصول خوبی ارائه کنید، هم بازاریابی فروش بلد باشید. توی هر کدوم از اینا ضعیف عمل بکنید، در نهایت به نتیجه خوبی نمیرسید. حالا برگردیم سراغ صحبت اولم. چه اشتباهیه که عموما کسب و کارها انجام میدن و باعث مرگ تدریجی کسب و کارشون میشه؟ جالبه بهتون بگم عموم کسب و کارها علل خصوص کسب و کارهای کوچیک و متوسط روی محصول خیلی خوب کار میکنن، چون این دیدگاه رو داشتن وارد بازار شدن که محصولات بی کیفیت توی بازار زیاده. مثلا فرض کنید من دارم دمنوش گیاهی تولید میکنم، مثال 50-40 رو بزنیم، یا دمنوش گیاهی تولید نمیکنم، تأمین میکنم صرفا. اصلا چرا چی شده که وارد بازار شدم؟ به احتمال زیاد این دیدگاه رو داشتم که وای چه محصولات بی کیفیتی تو بازاره، اگر من محصول خوب تولید کنم قطعا میفروشم. چون اصلا با این دیدگاه وارد بازار شدم، به احتمال زیاد محصولی که ارائه میکنم محصول خوبی هست. پس تیک اولو من میگیرم راجع به محصول، اوکی ام، محصولم خوبه. اکثر کسب و کارهای کوچیک و متوسطی که امروز اوضاع احوال خوبی ندارن، گیر محصولی ندارن. محصولشون نمره قبولی میگیره از بعد کیفیت. گرهشون توی کدوم بخشه؟ تو بخش بازاریابی و فروشه. و حالا جالبه بهتون بگم، صحبت اولیه‌مو میخوام دوباره تکرار کنم. محصولش خوبه، میره تو دل بازار بفروشه، نمیتونه بفروشه چون تو بازاریابی و فروش ضعیفه. بعد به این نتیجه میرسه بعد بیاد رو محصولش کار کنه و محصولش رو بهتر کنه. میاد شروع میکنه رو محصول کار کردن و بهتر کردن. دوباره میره توی بازار میبینه نمیتونه بفروشه. به این نتیجه میرسه شاید بیاد تنوع محصولی ایجاد کنه. میاد تنوع محصولی ایجاد میکنه، دوباره میره تو بازار و نمیفروشه. به این نتیجه میرسه قیمتش رقابتی نیست، بعد بیاره پایین، حاشیه سودش رو کم میکنه، میره تو بازار و نمیفروشه. یه جایی بعد بهش بگید داداش گلم، خواهر گلم، دوست عزیزم، اصلا مشکل تو محصول نیست، محصول تو همون اولش هم خوب بود. به جای اینکه مدام تمرکزت روی این باشه که چطور میشه محصول بهتری تو بازار ارائه کرد، یه مقدار بیا وقت بذار مهارت‌های بازاریابی فروش رو یاد بگیر. یاد بگیر اصلا چطوری میشه یه سیستم ایجاد کرد مشتری‌های جدید رو جذب کنی، آدم‌هایی که برند تو رو، محصول تو رو نمیشناسن بشناسن. یه سیستم ایجاد کن به اصطلاح لید جنریشن داشته باشه، مدام لیدهای جدید برات بسازه. لید به چه معناست؟ حتما تو ویدیوهای بعدی به طور مفصل بهش میپردازم. یکی از مهمترین کلمات حوزه بازاریابیه. تو بیشتر از این که بخوای رو محصولت کار کنی، باید وقت بذاری لیدهای جدید بسازی. واسه اینکه چطوری من میتونم لید جدید بسازم؟ آدم‌هایی که تا الان محصول منو نخریدن اما به من و محصولم علاقه‌مند بشن، باهام یه تعاملی داشته باشن، به اینها میگن لید. چطور اینها رو بسازم؟ برو اینو یاد بگیر.
برو یه مقدار وقت بذار یاد بگیر چطوری کمپین های فروش برگزار کنی که در عرض کمتر از یه هفته بتونی چند هزار تا یا حداقل چند صد تا از محصولاتت رو بفروشی. چند صد میلیون یا چند میلیارد از محصولات رو بتونی تو یه هفته 2 هفته بفروشی. چطور میشه همچین کمپینایی برگزار کرد؟ برو اینها رو یاد بگیر. به جای اینکه مدام بخوای تو بهتر شدن محصولت عمیق‌تر و عمیق‌تر و عمیق‌تر شی، طوری که دیگه به چاه نفت برسی، اینقدر بخوای دقیق باشی تو بحث محصول. میدونید مشکل اکثر کسب و کارها اینه که خدمتتون گفتم فقط رو بهتر شدن محصول وقت میذارن و مهارت‌های بازاریابی فروش رو اصلا جدی نمیگیرن. توصیه‌ای که من الان با توجه به این توضیحات بهتون دارم چیه؟ اگر صاحب کسب و کار هستید، اگر امروز یک پیج اینستاگرام، یک وبسایت، یک مغازه یا هر چیز از این جنس، یک پلتفرمی که چه آنلاین باشه چه فیزیکی باشه، مهم نیست چه حالتی دارید و دارید تلاش میکنید یک محصولی رو بفروشید، چیزی که ازتون میخوام اینه که بیشتر از این که روی بهتر شدن محصولتون وقت میذارید، خوب دقت کنید چی میگم، بیشتر از این که روی بهتر شدن محصولتون وقت میذارید، روی بهتر شدن مهارت هاتون در حوزه فروش و بازاریابی وقت بذارید. چون به احتمال زیاد همین امروز محصول شما نمره قبولی میگیره، به احتمال خیلی زیاد. گره شما توی این بخش نیست، توی بخش بازاریابی و فروشه. وقت بذارید یه سری دوره ها رو ببینید، وقت بذارید یه سری ویدیوها رو ببینید، وقت بذارید مشاوره بگیرید از فردی که بلده. به جای اینکه مدام بخواید آموزش، دوره، ارزم به حضورتون که خرید تجهیزات جدید، سرمایه گذاری روی بهتر شدن محصول صرفا انجام بدید و در نهایت هم فروشی براتون ایجاد نکنه، وقت بذارید بازاریابی فروش رو یاد بگیرید. من همیشه با افرادی که در ارتباط هم در تعامل هم و صاحب کسب و کار هستن همیشه تاکید میکنم، میگم صاحب کسب و کار عزیز، عزیز دلم، دوست عزیزم، داداش گلم، خواهر عزیزم، خیلی مهمه که تو مفاهیم بازاریابی فروش رو حداقل در سطح ساده و کاربردی یاد بگیری. من ازت نمیخوام بری فوق لیسانس بازاریابی بگیری، من ازت نمیخوام بری 4 سال تحصیلاتشو داشته باشی، اصلا نیازی نیست، نه، ولی لازمه واقعا مفاهیم بیس و بسیار مهم و کاربردی بازاریابی فروش رو بفهمی و بدونی تو کسب و کارت توی هر کدوم از موضوعات، تو محصولات، تو کدوم بخش از بازاریابی و فروشی، تو کدوم بخش میلنگی، کدوم بخش رو باید تکمیل بکنی تا بتونی این لوکوموتیو و این قطار و این کسب و کاری که ایجاد کردی و جلو ببری، بهتر و بهتر بکنی و تعداد مشتریاش رو بیشتر بکنی. خب من امروز توی این ویدیو سعی کردم خیلی کلی بهتون راجع به اشتباهی که خیلی از صاحبین کسب و کارها انجام میدن توضیح بدم و اهمیت بازاریابی و فروش رو برای صاحبین کسب و کار جا بندازم. خب من هم یک پیج اینستاگرام دارم که همینطوری که می‌بینید داخل ویدیو براتون گذاشتم. حتما ازتون میخوام پیج اینستاگرام بنده رو فالو بکنید و ویدیوها رو دنبال بکنید، چون من مدام دارم این مفاهیم کاربردی برای صاحبین کسب و کارها تو بخش بازاریابی و فروش رو بهشون یاد میدم. جدای از اون چنل یوتیوب هم هست که اینجا ویدیوهای طولانی تر، ویدیوهای 15 دقیقه، 20 دقیقه و 30 دقیقه رو سعی میکنم آپلود بکنم و مطالب رو خیلی پخته تر و کاملتر انتقال بدم، مثل این مطلبی که شما امروز گوش کردید. ازتون میخوام حتما هم پیج اینستاگرام هم چنل یوتیوب رو دنبال بکنید تا اونجا حداقل بتونید یک سری موضوعاتی که مرتبط با بازاریابی فروش هست رو یاد بگیرید. امیدوارم آموزش امروز براتون مفید واقع شده باشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.